درود مجدد. میخوام یه ترکیب رنگ زیبا بگم امروز بهتون رو پایه های 8.9 با برند مارال. همونطور که میدونین اندازه رنگ ها به حجم مو بستگی داره و من از 1252 یاستی استفاده میکنم. رنگ اولمه و 7221 رنگ سرامیکی به اندازه یاستی میریزم و رنگ سومم زغالی 5/110 که نصف رنگ های قبلی میریزم. با اکسیدان 3% ترکیب میکنم. کالیته را خیس میکنیم و رو کالیته نمدار زمان محضمون هم به صورت چشمی چک میکنیم و یه رنگ زیبای نقره‌ای به ما میده و اینم یه رنگ نقره‌ای زیبا با 3 ترکیب برند مارال.